حدیث موطا است، حدیث امام مالک است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگن که یک مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلام خمر تحفه کرد، عرق. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلام دوست می داشت، هدیه آدم به یک شخصی دوست داشتهش میکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلام صدقه قبول نمیکردن اما هدیه قبول میکردن. عرق هدیه کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن که اما علمت ان الله حرمها، مگر تو نمیدونستی که الله تعالی اینو حرام کرد؟ قال لا، گفت که نه نمیدونم. یعنی اون بیچاره از حرام شدن عرق بی خبر بود است. ولی وقتی نزول قرآن بود، مثلا دین حرام بود، دین حلال بود، امروز حرام شد مثلا، یا یک هفته گذشت و آدم در سفر در دیگر شهر بود، نمیدونست است. پیامبر صلی الله علیه و رد کردن، عرقش قبول نکردن، یعنی شراب مای. قال فسره رجل الى جنب، یک آدم گوشش به یک گپ گفته است، همون گوشی عرق پدر کردگی و عرق تحفه کردگی و یک آدم اومده گوشش به گپی سری میگفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که بما سررته، چی گپی سری گفتی در گوشش؟ فقال امرته ان یبیعها، من وی امر کردم که فروشه، همین عرق فروشو، پولش به پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر چیز تحفه کن مثلا. خلاصه به فروختن عرق امر کرده از دیگر آدم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او گفتن که ان الذي حرم شربها حرم بیعها، آن ذاتی که نوشیدنش را حرام کرد فروختنش را نیز حرام کرد. این حدیث نص است، نص یعنی لفظی صریح است. آن ذاتی که نوشیدنش را حرام کرد فروختنش را هم حرام کرد. این قاعده است. هر چیزی که خوردنش حرام باشد همون چیز فروختنش هم حرام است. ففتح الرجل المزادتین حتی ذهب ما فیهما، بعد ما آدم اون دو ظرفی کلام بوده است، دو کنیستر گوییم دهانو شک شده است، حتی همو عرقا همش جاری شده رفتیان، یعنی تا آخرش تا ریخته شدنش دهان شک شده است. بنابراین اون چیزی که حرام هست فروختنش هم حرام است. وقتی که شما مثلا یک گوشتی بی بسم الله کشته شدگی یا با طریقه ذبحی عموما کشته شدگی نه، با طریق شرعی با سویت زده کشتگی است مثلا، همون چیزای خوردنش که حرام است فروختنش هم حرام است. شما که در همون جا کار میکنید البته این کار حرام است. برای همین برادرای عزیز در کسب و کار کوشش کنید. 20 سال پول حرام جمع میکنید در یک شب بعد از بین میره. من مثال هایم آوردگی بودم. 30 سال پول حرام جمع میکنید و پولداری کلام میشه، در یک میجه زدن الله میگیرد، بعد جانتان در میکند. بنابراین از حاضر یعنی یک سوم یاوید و مهنت حلال کنید، الله تعالی برکه میدهد. از الله تعالی رزق را امید کنید، از الله تعالی طلب کنید، کوشش کنید که یا لقمه ای که مییابید بی شبهه باشد، حلال و پاکیزه باشد، برکت مییابید.